من لیدرمان هستم. خیلی خوشبینی به ویدیوی امروز کاهش لگ. بچه‌ها میتونم تضمین بدم کاملا لگتون پاک میشه. خب بچه‌ها در اینجا به دو برنامه نیاز دارین: گلکسی استور که روی خود گوشیتون نصبه. بچه‌ها وارد گلکسی استور میشید، بعد میرید روی گزینه جستجو سرچ رو میزنید. خب بنویسیم گیم پلنگ. بچه بعد از نصب کردن گیم پلنگ، من خب الان نصبش کردم، وارد برنامه گیم پلنگ میشیم. بعد میریم بخش گیم بوستر پلاس، بعد دانلودش کنید از توی خود برنامه. خب بچه میریم داخل بخش کال اف دیوتی موبایل، بعد اینجا بعد اتو موده خاموش میکنید، میذارید روی کاستوم مود رو فعال میکنید. بچه این گرافیکه، به میزان دیوایستون گرافیک رو بیارید پایین. خب دیگه از 100% تو که داری ویدیو رو نگاه میکنی حداقل دیوایست زیر A24. حالا مثلا کسی گوشیش A12 تا آخر بیارش پایین، A10 بیاره پایین، A20 بیاره تا اینجا، مثلا A24 بیاره اینجا، A30 بیاره اینجا. حالا هرچی پایین‌تر بشه گرافیک لگ کمتره. خب بچه اینجا فقط با اینکه لگ میشه یه مشکل هست. بذار من حالا گیم اجرا کنم، بعد مثلا زدید چه اینجا میزنید. بذار من تا آخر بیارم پایین. بچه مشکلش اینه وقتی وارد گیم میشید فقط گرافیک پایینه. ببینید که گرافیک پایینه، مشکلش همینه فقط. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. فعلا خداحافظ.